سلام دوستان گرامی، خوش آمدین به اولین درس آموزش زبان پشتو با من ملکه سبحانی. در این ویدیو قرار است حروف الفبای زبان پشتو را به شما تدریس بکنم. پس اگر به یادگیری زبان پشتو علاقه‌مند هستی و میخواهی این مسیر را با من ادامه بدی، حتما همین حالا ویدیو را لایک کن، کانال را سابسکرایب و زنگوله را بزن تا هیچ ویدیویی را از دست ندی. خب میریم درس خود آغاز میکنیم. حروف الفبای زبان پشتو. در کل در زبان پشتو 44 حروف وجود دارد که عبارتند از الف، ب، پ، ت، ت، س، جیم، چ. هی که بالای خود همزه دارد. ز. هی که بالای خود 3 نقطه دارد. س. ه، خ، دال، جال، زال، ر، ر، ز، ژ، گ، سین، شین، خین. سینی که در دندانک وسطی یک نقطه بالا و یک نقطه پایین داره. خین، خین. صاد، زاد، توی، زوی، عین، غین، ف، قاف، کاف، گاف که در اینجا 2 تا گاف است. یکی گاف فارسی و یکی گاف پشتو. گاف فارسی و گاف پشتو بین خود هیچ کدام تفاوتی وجود ندارد. یعنی ما میتوانیم هم از گاف فارسی استفاده بکنیم در زبان پشتو و هم از گاف پشتو و هر دوش مساوی هست. لام، میم، نون، نون، واو، هی، یا. خب دوستان عزیز، این بود حروف الفبای زبان پشتو که در کل در زبان پشتو چند تا حروف وجود داره؟ 44 تا حروف وجود داره که از بین 44 تا حروف 8 حرف آن حروفی خاص زبان پشتو است. یعنی حروفی که فقط در زبان پشتو وجود داره و زبان پشتو با واسطه این 8 حرف چی میشه؟ تفکیک میشه. حروف خاص زبان پشتو. در زبان پشتو گفتیم که 44 تا حروف وجود داره و از بین 44 حروف ما 8 حرف آن را جدا میکنیم و یا متفاوت هست و او هست حروف خاص زبان پشتو. حروفی که فقط در زبان پشتو وجود داره و دیگه زبان وجود نداره و همچنان زبان پشتو با واسطه این 8 تا حرف چی میشه؟ شناخته میشه که عبارتن از ت. تی که زیر خود پندک داره. ت. ت. هی که بالای خود 3 نقطه داره. س. س. هی که بالای خود همزه داره. ز. ز. و دالی که زیر خود پندک داره. دال. دال. یعنی فرقشون بین دال فارسی و دال پشتو چیست؟ که دال پشتو پر تلفظ میشه. دال. دال. و ری. ری. گ. یعنی ری که بالا و پایین نقطه داره. این میشه گ. 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 سینی که در دندانک وسطی یک نقطه بالا و یک نقطه پایین داره. خین. خین. و همچنان نور. نونی که در زیر خود پندک داره. نور. نور. که طرز تلفظ این حروف را در یک ویدیوی دیگر برتان به صورت واضح و همچنان همراه با مثال توضیح خواهم داد. حتما اون ویدیو را هم از دست ندین و هم ببینینش و طرز تلفظ حروف خاص زبان پشتو را یاد بگیریم. خب میریم بخش دوم که بخش لغات. خب دوستان عزیز، طرف چپ شما نگاه بکنین. لغت اول ز. ز من، موگ، ما، ت، تو، ت، تو، تاس، تاس شما، حق، آن مرد، حق، آن مرد، حقی، آن زن، حقی، آن زن، حقوی، آنها، جمع مذکر، دقه، این، دقه، این، زماق، از من، زموک، از ما، استا، از تو، استاسو، استاسو، از شما، دهقه، دهقه، از او، مرد، از او، مذکر، دهقی، از او، زن، دهقی، از او، زن که برای مؤنث استفاده میشه. دلتا، اینجا، دلتا، اینجا، حالتا، حالتا، آنجا.
خب میره بخش اصلاحات. بخش سوم اصلاحات هست و از این اصلاحگانی اصلاحات روزمره که بعضی اصلاحات کاربردی و آسانه در اینجا براتون گنجانیده و حتما یاد بگیرینش، خیلی مفید و کاربردی هستن. اصلاح اول: ورزمو بخیر. ورزمو بخیر، روز بخیر. سهارمو بخیر. سهارمو بخیر، صبح شما بخیر. سهار صبح، مو شما یا تان و بخیر بخیر. صبح شما بخیر. غرمه‌مو بخیر، چاشت شما بخیر. مازدیگرمو بخیر، عصر شما بخیر. ماشاممو بخیر، شام شما بخیر. شبمو بخیر، شبمو بخیر، شبتان بخیر. شبمو بخیر، شبتان بخیر. شامدمو بخیر، نیمه شبتان بخیر. خب رسیدیم به پایان درس. دوستان گرامی، اگر درس برایتان مفید بود حتما کانال را دنبال کنید و اگر سوال دارید یا موضوع خاصی دارید که یاد بگیرید حتما در بخش نظراتتان بنویسین و سپاس از اینکه تا پایان ویدیو همراه من بودین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتان.